باش. برو. اینجا چه خبره؟ این خیلی با هم بد رفتاری میکنه. نه من کاری نکردم. کردی تو قلب منو شکستی. تو به من خیانت کردی. یعنی تو هم؟ میدونی اصلا چیه؟ همتون این همینه، همتون. اول آدم امیدوار میکنید، بعد حرفا و وعده های خوب میدین. ما هم با خودمون میگیم چه مرد خوبی گیرمون اومده، مگه نه؟ آره. بعدش چی میشه؟ بیشرف بهمون خیانت میکنه. بیشرف؟ کیو میگی؟ کیو میگم؟ کیو باید بگم؟ شماها دیگه، همتون مردا. چه ربطی داره؟ ببین فریده، من با این دختر حالم داره به هم میخوره. اشکال نداره عزیزم، بالا بیا، الان بهتر میشی. بالا بیار. میبینی چه بلایی سرش آوردی؟ من چیکار کردم؟ بیا عزیزم، بیا بریم خونه من. بیا دست و صورتتو بشور، الان حالت جا میاد. بریم تو، گریه نکن، بشین اونجا. هر کاری دوست داریم بکنیم. ایلول، تو چرا نیومدی سالن مطالعه؟ فردا سر امتحان میخوای چیکار کنی؟ برام مهم نیست. ساغر، تو هم بگیر بخواب. اگه بیدار بمونی فردا همه اینا هم از یادت میره. بیا اینجا. من جمره رو از سر بدجنسی لو ندادم. جدی؟ پس برای چی لوش دادی؟ نریمان خانم میخواد بگه خانوادم کجا؟ نمیخواد بگه، اون فقط داره ازت سوء استفاده میکنه. مطمئنم میگه. میدونم وقتی بچه بودم منو دزدیدن. خدا میدونه خانوادم چقدر دنبالم گشتن، ولی من پیداشون میکنم. بهشون میگم مامان بابا من اومدم، بالاخره پیداتون کردم. اونا هم منو بغل میکنن، بهم میگن دخترم. بابا موامو نوازش میکنه، مامانم هم با عشق بغلم میکنه، خیلی محکم در آغوشم میگیرن. ساغر، اگه خانوادت خودشون ولت کرده باشن چی؟ نه، اونا همچین کاری نمی کنن. من بی کس و کار نیستم، میبینی، همتون میبینین. اصلا منو دوست نداشته باشین، بهم بگین جاسوس، مهم نیست. من اون بیرون خانواده‌ای دارم که دوستم دارن. به زودی میرم پیش خانوادم، به همتون نشون میدم. شب خیر. بیا بریم کارو تموم کنیم. کی اونجاست؟ یاد نزن وگرنه گلوتو میبرم. ساکت ساکت. صدات در نیاد. دوستامون ما رو با هم آشنا کردن، اونم همش دنبالم بود، عزیزم جونم میکرد، میگفت بریم سینما، شام بریم بیرون، چای بخوریم. اینا همش واسه جلب توجهه. ولی منم بهش گفته بودم، گفتم من رابطه جدی میخوام تشکیل زندگی بدم. اونم گفت آره منم همینو میخوام. این کارو نکرد نه؟ نه دیگه. میدونی منم درست وقتی که میخواستم با نامزدم ازدواج با هم بودیم،
بعدش دیگه زنگ نزد، SMS نداد. بهش گفتم که چی شده، چرا اینطوری رفتار میکنی. مجبور شدم پاشم بیام اینجا. وای گلوم بدجوری خوش شده. هیچی نداری برای خوردن؟ من نمیتونم امشب اینجوری بخوابم. راستش من چون شب و شام نمیخورم چیزی ندارم. الانم که دیگه خیلی دیر وقت شده. میگم بگیریم بخوابیم. نه بخوابیم؟ من چجوری میتونم با این درد بخوابم؟ بهم گفته بود چشای قشنگی دارم، میدونستی؟ چقدر کلیشه‌ای. گرکم و زینب. کی هستن؟ گرکم و زینب دیگه. اسم بچه هامونه. قرار بود بعد ازدواج بلافاصله بچه دار بشیم، یه خونه نقلی داشته باشیم. هرچند من بهش گفتم خیلی زوده، ولی تو داری خمیازه میکشی. به حرفم گوش نمیدی. نه دارم گوش میدم. تعریف کن، من گوش میدم. بعدشون شروع کرد به بی‌توجهی. دیگه ازم خبر نگرفت. آخه این انصافه؟ به نظرت حقمه؟ مگه من چیکار کردم که اون با من این رفتارو کرد؟ جادوگر طلا رو تو قابلمه تو آشپزخونه قایم کرده بود، با بدبختی پیدا کرد. ای زنی که خرفت. اینا رو بده ببینم. تو که از این به بعد به اینا احتیاج نداری، ما داریم. زود باش بیا بریم. ای شما کی هستین اینجا؟ چی کار میکنید؟ ماریا خانوم، ساکت باش. ماریا خانوم کمک کنید. ساکتش کن وگرنه کل من میریز از سرمون. ولم کن. تو کی هستی؟ چی میخوای؟ ولم کن. بودو ول کن منو. بودو داداش صورت منو دید، باید بکشیمش. آدم بکشیم قاتل بشیم؟ من بدبخت شدم، بیچاره شدم. آروم باش، دیده باشم تشخیص نداده. منو نگاه، تو یه مدت خودتو گم و گور کن. من به صاحب تاکسی میگم یکی از اقوامت مریض شده رفتی شهرستان، تا وقتی برگردی اونم فراموش میکنه. فراموش میکنه؟ آره یادش میره. منو ببین. بیا سهمتو بگیر. بیا تو هم ماشینو بگیر و برو. زود باش. برو. ارم عزیزم، من دارم میرم سر کار. دوست داری تو هم پاشی؟ نه، من خیلی حالت تهوع دارم، میخوام بخوابم. فهمیدم میخوای بخوابی. خیلی خوب، پس من شماره تلفنمو مینویسم اینجا. بیدار شدی به هم زنگ بزن. اگه خواستی بری پشت در رو ببند و برو. باشه؟ تو خیالت راحت باشه، من یه فکر به حال خودم میکنم، نگران نباش. خیلی خوب، من دیگه دارم میرم.